سلام، من ویتام و به طور خیلی 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 یهویی تصمیم گرفتم که یوتیوب شروع کنم. اصلا نمیدونم چرا که بریم اینو بزنم به شارژ که شارژش تموم نشه. نه نمیشه، امیدوارم که شارژش تموم نشه. ولی نمیدونم چی شد که یهویی گفتم که برم یوتیوب. به هیچ کس هم نگفتم، یعنی همجوری یهویی بر خودم دارم فیلم میگیرم. ولی من بیتام 20 سالمه، میلان زندگی میکنم، تنها یعنی با دوستان. نورم شارژش تموم شد، الان مجبورم با این یکی نور که یه ذره کمتره بگیرم، ولی اشکال نداره. این بود نورم. این خیلی چیز خوبیه واقعا، خیلی به درد میخوره. بعد خلاصه این که آره این صندوقم هم شکست، ولی آره من بیتام 20 سالمه، میلان زندگی میکنم، مهندسی کامپیوتر میخونم به زبان ایتالیایی توی دانشگاه پلی‌تکنیک میلان. و دلیلی هم که اومدم میلان درس بخونم و به ایتالیایی درس بخونم این بود که خب من از بچگی به مدلینگ علاقه داشتم و اینکه همیشه یادمه که چیزا رو میدیدم، این فشن شو رو میدیدم، رانوی ها رو میدیدم و اینجوری بودم که چقدر خوبن. کثیف نباشه این قسمت نخلا. ببین اینقدر رو مخه وقتی که این برای عکاسی، اینقدر رو مخه وقتی که یه ویدیو چیزی میگیری بعدش میری میبینی که بعد توی بک‌گراندش مثلا تو اون عکس یا ویدیو خوب نیست و تو نمیتونی دیگه درستش کنی. ولی آره من از بچگی خیلی علاقه داشتم و اینکه یادمه اون موقع که داشتم مثلا چند سالم بود نمیدونم، خیلی کوچولو بودم، یعنی تازه مثلا داشتم قد میکشیدم، همیشه آرزوم بودش که اون مثلا قد مدلا رو اینا رو داشته باشم، شبیه مدلا بشم و اینا. به خاطر همین یادمه که اون موقع که مثلا سنم به یه حدی رسیده بودش که از قدم دیگه بیشتر از این نمیشد، یعنی میدونستم که دیگه بیشتر از این نمیشه، خیلی خیلی قصه میخوردم. بعد میرفتم به همه میگفتم وای من چقدر قدم کوتاهه، بعد همه میگفتن که نه بابا تو کوتاه نیستی، مثلا پس ما دیگه چی بگیم و اینا. من قدم 171 اینا نمیدونم، حدود 170 که مثلا من یعنی نمیدونستن که خب من مثلا خودم حتی نمیدونستم که علاقه دارم به مدلینگ، ولی خب چون مدل ها رو دنبال میکردم و اونا مثلا بلند بودن من میخواستم بلند باشم. مثلا تعریف زیبایی برای من بدن خیلی لاغر و خیلی قد بلند بود، همیشه دوست داشتم، علاقه داشتم. بعد دیگه دبیرستان رو خوندم و گفتم که خب من ایران که نمیشه مدلینگ، پس بعد مهاجرت کنم. که دیگه اینجوری شد که توی مدت خیلی کوتاهی، توی 1 سال دیگه همه کارامو کردم و مامانم اینا، خانوادم و اینا خیلی حمایت هم کردن و اینا. البته خب مهندسی کامپیوترم علاقه داشتم همیشه، یعنی حتی یه بازه زمانی گذاشتم تو ذهنم اینجوری بود که خب پس بیا مهندسی کامپیوتر نخونیم و کلا یک سره بریم مستقیم مدلینگ رو ادامه بدیم. ولی بعد فهمیدم که نه نمیتونم واقعا، یعنی دوست دارم که درسم هم بخونم، حداقل لیسانسم رو بگیرم. که حالا مثلا به مامانم نه خب خیلی نمیگفتم چون خیلی مطمئن نبودم واقعا، ولی دیگه اومدم اینجا و هی کم 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 مطمئن تر شدم و الانم یک مثلا فکر کنم
2-3 هفته‌ایه که اینستاگرام ویدیو میذارم، نمیدونم چند وقته، ولی تازه یاد گرفتم که اینستاگرام ویدیو گذاشتن و میکروفونم داشتم و کاش که با میکروفون میگرفتم. حالا یه از اولش امتحانی یه چیزی بگیریم بره دیگه. خلاصه که من چیز میکردم، چی داشتم میگفتم؟ آره من مطمئن نبودم، بعدش دیگه خب هی کم کم مطمئن تر شدم. هی مثلا دوستای عکاسم می اومدن، یعنی هر چقدر سعی کردم که مثلا یعنی هر چقدر ذهنم منحرف میشد درگیر درس و مثلا اینا میشد، باز دوباره مثلا یه نفر میدیدم عکاسی فشن میکنه یا یه نفر میدیدم مدله اینجا مثلا برخورد میکردن، اصلا یک چیزی در من روشن، مثلا یک آتیشی توی جون من روشن میشد که اینجوری بود که با منم میخوام مدل بشم. که حالا قدم من کوتاهه، بعد رفتم کلی گشتم، کلی مدل ها پیدا کردم که همقد من باشن، که مثلا ببینم که واقعا مثلا میشه یا نمیشه. که الان هم حقیقتش تازه شروع کردم، یعنی اصلا شروع نکردم ولی باید وزنمو کم کنم. یعنی درگیری که بزرگترین مشکلی که تا الان داشتم برای شروع مدلینگ کم کردن وزنم بود، چون حالا دیگه مشکلات مهاجرت و اینا، ولی تازه شروع کردم و اینکه خب به خاطر قدم احتمالا نمیتونم خیلی کار رانوی و اینا بکنم، بیشتر میرم سمت کامرشال. حالا مثلا یه ذره شاید فشن هم بخوام کار بکنم، یعنی علاقه خودم فشنه تا کار کامرشال، با اینکه کار کامرشال پول توش بیشتره، ولی من فشن دوست دارم. ولی خب بازم فشن هم بخوام کار بکنم، رانوی احتمالاً خیلی دیرتر و خیلی 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 سخت‌تر بتونم انجام بدم و خیلی اندک شاید بشه. ولی خب همینجوری درس هم دارم پیش میبرم، فردا امتحان دارم، باید بشینم درس بخونم. ولی یوتیوب میدونی چیش خوبه؟ اینکه میشینی حرف میزنی و آدما بیشتر تو رو میشناسن. میدونی اینستاگرام یه جوریه اصلا اداییه، میدونی اینستاگرام مدل‌ها البته همشون اداییه، این مدل‌ها رو دیدی همه ادایی‌ان، همه ادایی‌ان، یعنی نمیدونم مخصوصا این دختراشون نمیدونم جواب پیام نمیدن، اصلا کلا ادایی‌ان دیگه، اصلا حرف زدنشون هم اداییه. من اصلا اینجوری نیستم. حالا شاید دیرتر یه ذره این ادایی بودنه رو منم تاثیر بذاره، ولی آره اینستاگرام خیلی کوتاهه میدونی. و الان نشسته بودم، یعنی میخواستم کتواک تمرین کنم وسط درس خوندن ها، همینجوری که درس میخونم بعدش پا میشم میرم یا ویدیو میگیرم برای اینستاگرام یا خودم تمرین میکنم. ببینم این نوره درست نشد، من نوره چیزامو نورم عوض کنم. یس بهتر شد. آره بعد چی داشتم میگفتم عزیزان؟ جونم برای شما بگه که من چیز کردم، اینستاگراممو دارم فعالیت میکنم. چقدر حرفم میپره واقعا، ذهنم میپره واقعا از همه شما عزیزانی که یعنی احتمالا فکر نکنم حتی یه نفر هم بخواد این ویدیو رو نگاه کنه، از اون عزیز دلی که اون یک نفری که بخواد بشینه این ویدیو رو نگاه کنه که احتمالا یکی از اعضای خانواده‌ام باشه. ولی تشکر، معذرت خواهی میکنم که اینقدر حرفم میپره، ذهنم میپره. ولی آره گفتم که الان نشسته بودم میخواستم کتواک تمرین کنم که رفتم یه ذره تمرین کردم. بعد من توی این خونمون خب ما کسای دیگه هم توی خونه زندگی میکنن، این فقط من و هم اتاقی نیستیم و مثلا ایرانی نیستن و اینا. بعد این دختره اومده بود در رو وا کرد، اومد بیرون
من با کفش پاشه بلند اینجوری تاخ 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 داشتم کتواک تمرین میکردم. بعد آقا چقدر سخته کتواک، خیلی سخته واقعا. یعنی اصلا از اون چیزی که به نظر میرسه واقعا خیلی سخت داره. یعنی مثلا من فکر می‌کنم تو ایران من خیلی بهتر کتواک میکردم، ولی خب یه مدت انجام ندادم چون تو خونه همیشه برای خودم کتواک میکردم، یادش بخیر. ولی چون یه مدت انجام ندادم یادم رفته. ولی داشتم کتواک میکردم و اینا، بعد دیدم که خب خیلی سختمه چون زیادم تمرین نکردم تا الان، بیشتر پوز تمرین کرده بودم که پوزم مثلا خب کامرشال بیشتر دیگه، مثلا این فوتوشوت های همینجوری و مثلا عکاسا و اینا خیلی های فشن نیست. ولی خب کتواک هم یکی از مهارت هاییه که میدونم باید یاد بگیرم، به خاطر همین میخوام که یاد بگیرمش. به خاطر همین یعنی کتواک که منظورم رانوی واک دیگه، حالا انواع اقسامش. ولی و کلا فقط راه رفتنم نه، یعنی حرکات و موومنت هم تو باید خوب داشته باشی. مثلا چه میدونم یه کتی وقتی تنته یا روی شونته مثلا بتونی کته رو در بیاری، مثلا خیلی دخترونه تو رو مثلا چیز باشی. خلاصه که من داشتم تمرین میکردم و دیدم که حالا یه ذره احتیاج به آموزش هم دارم و اینا. گفتم خب برم یوتیوب، که یوتیوب یه ذره از این عزیزانی که تمرین کتواک گذاشتن رو نگاه کنم که شاید یه فرجی بشه روی کتواک من. که رفتم یوتیوب و یکی از مدلایی که من خیلی خوشم میاد ازش و خیلی دوستش دارم یاسیاریه، که من همیشه ولاگاشو نگاه میکنم و کلا مثلا خیلی بامزه است، به نظرم خیلی خوشگله. و از زمانی که حتی یک پست مثلا اینستاگرام فکرم 4-5 گذاشته بود یا یوتیوب اصلا هیچی ویدیو نذاشته بود، من میشناختمش به واسطه دوستاش، یه دوستش بود، دوستش یوتیوبر بود اینا. بعد مثلا من اون پسره رو دنبال میکردم و اون پسره کیه؟ اون پسره هم داداش کوروش لانتونزه، که اون پسره اسمش چی بود؟ اسمش که داشت کوچ کی ما بهش میگیم. این پسره خیلی ویدیوهای انگیزشی طور و توسعه فردی و نمیدونم دیوید گاگینز و مثلا اینا میذاشت که من اون موقع ها خیلی اینجور ویدیو نگاه میکردم، هنوزم نگاه میکنم و خیلی شانسکی من این پیج این پسره رو دیدم و یوتیوبش رو دیدم و رفتم مثلا پادکستاش رو گوش دادم و اینا. و توی پادکستاش این یاسمن یاری بود که گفتش که مدل و اینا، منم اصلا یکی وقتی میبینم ایرانیه و مدله شاخکام اینجوری تیز میشه، گفتم وای دختر مدل ایرانیه فلانه. و از همون موقع من این یاسمن یاری رو فالو دارم و خیلی خیلی پیشرفت کرده از اون موقع، خیلی خیلی الان موفق شده. ولی من خیلی ازش خوشم میاد، به خاطر همین من رفتم یوتیوب کتواک نگاه کنم. بعد ویدیو اینو بر من اومد که پاریس رفته بود، ولاگ پاریس و اینا. و من این ویدیو رو نگاه داشتم میکردم، گفتم حالا برم یه 10 دقیقه است این ویدیو رو ببینم چی گذاشته، چون این اینداستری مدل‌ها یه مقدار خیلی خیلی زیاد مبهمه، میدونی؟ یعنی یه سری مهارت‌هایی رو تو باید داشته باشی به عنوان یه مدل، مثلا استایلت خوب باشه، نمیدونم اصلا استتیکت خوب باشه، یعنی مثلا اتاقت قشنگ باشه، بتونی چشت ببینه زیبایی رو، عکس خوب بتونی بگیری، یعنی یه سری چیزا مثلا بازیگری، فیشال اکسپرشن بلد باشه، دنس مثلا بلد باشی، یعنی یک حالت مبهمیه. یا حتی مثلا چه میدونم چیزای فیتنسی بلد باشی که بتونی بدنت خوب نگه داری، پوستت خوب باشه، یعنی خیلی مبهمه و یه سری مهارت‌ها رو تو باید داشته باشی. مثلا مسافرت میرن و اینا.
به خاطر همین هر چقدر که بیشتر بخوای نگاه بکنی مدل‌های دیگر رو که دارن چی کار میکنن، چشت عادت کنه بهشون و ببینی که مثلا آقا این مثلا مسافرت میره چجوری زندگیشو، مثلا چجوری قرارداد میبنده و هر چقدر بیشتر نگاه کنی بیشتر برات بهتره به عنوان یک کسی که توی این شغله. به خاطر همین من دیگه داشتم ولاگ این رو نگاه میکردم و اینجوری بودم که چرا من دارم اینقدر اینستاگرام فعالیت میکنم ولی یوتیوب نمیکنم، در صورتی که من حس میکنم توی یوتیوب خیلی خیلی برام بهتر باشه، چون که قشنگ میتونی صحبت کنی، زندگیتو نشون بدی. یعنی اینستاگرام خیلی فیکه یه ذره بیشتر تا یوتیوب. و یادمه که قبلا خیلی سخت بود برای ما، یعنی من و دوستام خیلی چیز عجیبی بود که وای تو بری یوتیوب مثلا انگار که مثلا فردا مثلا سلبریتی میشی، میدونی. ولی الان یه ذره برام خیلی راحت تر شده توی این سوشال مدیا باشم و کلا حرف بزنم بذارم روی اینترنت. به خاطر همین گفتم که خب چرا که نه، بذار بگیرم. حالا نمیدونم ادامهش میدم یا نه، ولی گفتم که یه چیزی رو تو ذهنم نگه ندارم، چون که نمیخوام اصلا یه چیزی تو ذهنم همیشه باشه که در آینده این کار رو میخوام بکنم، در نمیدونم بعد امتحانات میخوام فلان حرکت رو بزنم، میدونی. نمیخوام اینجوری تو ذهنم باشه. میخوام که وقتی یه چیزی رو مثلا به ذهنم میرسه که انجام میدم، که مثلا این کار رو باید بکنم، سریع برم انجامش بدم، مثلا چه هر کاری میخواد باشه. به خاطر همین گفتم که حالا بیام یه ویدیو بگیرم، هم خودم معرفی کنم که کیم، چرا یوتیوب رو شروع کردم. حالا نمیدونم ادامهش بدم یا نه، ولی فکر میکنم که ویدیو درست کردن رو کلا دوست دارم، یه نوع آرت به حساب میاد بر من. فکر میکنم که خیلی خوب میتونم ویدیوهایی درست کنم که آدم ها باش ارتباط بگیرن. به خاطر همین یا مثلا کلا حس میکنم آدم ها خوب با هم ارتباط میگیرن. حالا شاید از درس خوندنم بذارم، از کتاب خوندنم بذارم، چون خیلی کتاب من میخونم. بعد خیلی خیلی خوشم میاد که دوست دارم که کتابایی که میخونم و چیز کنم، بر یکی توضیح بدم یا خلاصه‌شو مثلا یه خلاصه بنویسم ازش یا یه کاری بکنم. چون که میدونی مثلا کتاب وقتی میخونی بعد اگه مثلا هیچ کاری نکنی این چیز میشه، این از فکرت میره. من واقعا خیلی کتاب زیاد خوندم تا الان و خیلی کتاب خوندن رو دوست دارم، ولی یه سری کتابا حتی اصلا کتابا رو وقتی بهم نشون میدن یادم نمیاد که من کتابا رو خوندم یا نه. این در این حدی، چه برسه اینکه حالا مطالب توش بخواد یادم بمونه، در این حد یادم میره کتابا رو. به خاطر همین خیلی مثلا دوست دارم که خلاصه کتابامو بذارم، تعریف کنم، یا کلا از زندگی تو میلان چجوریه، به عنوان دانشجوی پلی‌تکنیک بودن، توی ایتالیا دانشجو بودن چجوریه، و کلا راجب خیلی 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 از افکار و احساساتی فکر میکنم میتونم حرف بزنم که مشترکه بین اون کسایی که حالا مهاجرت کردن یا کسایی که سن من بودن توی ایران، دخترایی که خیلی دوست دارن تو ایرانن ولی دوست دارن مدلینگ رو دنبال کنن. میدونم که خیلی هستن، ولی خب حالا مثلا اون شرایط مدرسه های ایران حتی و خیابونای ایران و زندگی یه دختر ایرانی فکر می‌کنم یه چیزیه که خیلی باهاش وجه اشتراک داشته باشن و برای خیلی فکر می‌کنم جالب باشه که بدونن که چه احساساتی یه نفر ممکن داشته باشه، چه چالش‌هایی ممکن براش پیش اومده باشه بعد از اینکه مهاجرت میکنه یا حالا میاد توی فشن، یا چه اتفاقایی براش ممکنه بیفته. مخصوصا توی
فشن و مدلینگ خیلی چیزای عجیب غریب اتفاق میفته و خیلی زندگی هیجان انگیزیه به طور کلی. دیگه به خاطر همین این ویدیو رو گرفتم. اصلا نمیدونم چیکار باید کرد ویدیو یوتیوب باید ادیتش کرد، چون اینستاگرام رو خب میری مثلا با کپکات ادیت میکنی، تیکه تیکش میکنی، ولی یوتیوب رو واقعا چیکار باید کرد؟ چون مثلا وقتی داری حرف میزنی هی ام میکنی، نمیدونم نفس میکشی، بعد اینا رو من فکر کنم که ادیت میکنم. اشکال نداره، یاد میگیریم، هر چی باشه یاد میگیریم. هر چی گفتن که انجام بدین خوبه تو یوتیوب، نمیدونم هر وسیله‌ای که گفتن بخرید خوبه، میخریم، کیفیت رو میبریم بالا و میترکونیم، هر کاری که لازمه انجام میدیم. کلا یوتیوب یه چیزیه که مدل‌ها خیلی توی یوتیوب هستن، به خاطر همین خب اگر قرار باشه کمک بکنه، خب نمیدونم. خلاصه که عزیزان، حتی موهام هم خوب نیست. یعنی به این حدی رسیدم از پرفکشنیست نبودن که یهویی یه چیزی به ذهنم رسیده، موهام خوب نیست، لباسم خوب نیست، نمیدونم اتاقم تمیز نیست، اصلا نمیدونم چی بگم. یعنی اصلا همینجوری برای میگم خب من میخوام ویدیو بگیرم بذارم. کی میخواد قضاوت کنه؟ واقعا کی میخواد بگه که وای تو حق نداری اینجوری ویدیو بذاری، یا کی میخواد بگه که کرینجه، یا کی میخواد بگه که نمیدونم کاشکی بهتر بود، کیفیتش بهتر بود. میدونی آدم خودشون با تو زندگی خودشون درگیرن. خلاصه هیچی دیگه، همین. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین، امیدوارم که از صحبت‌های من خوشتون اومده باشه، حوصله‌تون رو سر نبرده باشه و خدا نگهدار.